گرمای بسیار شدید بالای 50 درجه توی این شهر مارشهر واقعا غیر قابل تحمله. میبینید حتی سایه ای نیست که آدم بخواد زیر سایه را بره و زیر تابش مستقیم نور آفتاب واقعا آدم هنگ میکنه بعضی وقتا. میبینید که اینقدر گرما شدیده که خیابونا کاملا خلوته، هیچ ترددی نیست. این فکر کنم از وقتی در اومدم نفر اولی بود که دیدم تو خیابونا. واقعا نمیشه تحمل کرد این گرما رو توی خوزستان، مثلا شهرستان مارشهر. این خیابونا کاملا خلوته، من به خاطر شدت گرماییه که اینجا وجود داره. خب یه سایه پیدا کردم، میرم زیر سایه. وای هلاک شدم از گرما. واقعا سخته تو این شهر زندگی کردن. میبینید همه آدما تو خونه هاشونن، مثلا نه بچه تو خیابون میبینید، نه بزرگی نه کوچیکی، نه تردد ماشینی. واقعا خیلی سخته. و یه ماشین دیدیم. شهر به این بزرگی با این جمعیت، ولی به خاطر شدت گرما آدم دیدیم. یه ماشین دیگه. میبینید واقعا گرم هوا. واقعا مردم حق دارن. مارشهر یکی از شهرهای واقعا کلیدیه داخل ایران. واقعا یکی از شهرهای خیلی 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 باور کنید کلیدی که چی عرض کنم، از کلیدی هم شاید بالاتر، با پالایشگاه ها و پتروشیمی زیادی که داره و صنعت پتروشیمی. ولی خب میبینید شهر واقعا شهر مردگانه و گویی که این شهر خالی از سکن است.